سلام، من محمد جواد مهرآبادی هستم، کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، مدرس دانشگاه و بنیانگذار مجموعه استارتاپات. یکی از مشکلاتی که من همیشه سر کلاس با دانشجوها داشتم این بود که دانشجوها خیلی کامپیوتر بلد نبودن و نمیتونستن از کامپیوتر به خوبی در کارهاشون استفاده کنن. وقتی هم که میگفتیم برید کامپیوتر یاد بگیرید، اولی حرفی که میزدن میگفتن که خیلی فرصت این کار رو نداریم و دومی حرف این که منبع خوبی برای یادگیری کامپیوتر نداریم. اینجا شد که وقتی استارتاپات کارش رو شروع کرد، تصمیم گرفتیم اولین کاری که انجام میدیم تولید یک محتوای آموزشی خوب برای یادگیری کامپیوتر باشه و مهارت‌های هفتگانه ICDL رو انتخاب کردیم. این آموزش به صورت ویدئویی و مجازی هست و در کنار ویدئوهای آموزشی تمام محتوای ویدئوها به صورت متنی و تصویری هم تولید شده و افرادی میخوان در این دوره‌ها شرکت کنن میتونن استفاده کنن. تمرکز ما تو این دوره‌ها روی آموزش کاربردی و مهارت افزایی بوده. ما این دوره آموزشی رو در استارتاپات برای دانشجویان تولید کردیم. اما بعداً متوجه شدیم که دیگران هم میتونن از این دوره استفاده کنن. هر کسی که میخواد کامپیوتر یاد بگیره میتونه بیاد و از این محتوای آموزشی استفاده بکنه. از طرف اونهایی که آموزشی میبینن قطعاً نیاز به مدرک دارن. به ویژه کارمندا که بایستی تو پرونده استخدامیشون مدارک ICDL وجود داشته باشه. لذا اومدیم با یک مرکز معتبر دانشگاهی قرارداد بستیم و اونهایی که در این دوره‌ها شرکت میکنن میتونن به صورت مجازی در آزمون‌های ما شرکت بکنن و گواهینامه معتبر این دوره رو دریافت بکنن. پس اگر قصد دارید کامپیوتر رو خوب یاد بگیرید، استارتاپات برای شما یک پکیج کامل آماده کرده. شامل محتوای آموزشی ویدئویی، متنی تصویری، امکان شرکت در آزمون‌های آنلاین و گواهینامه معتبر. با ما در استارتاپات همراه باشید.